رفتم بی تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه چه بگویم ای دل با من چه ها کردی تو مرا با عشق او آشنا کردی پس از این زاری مکن هوس یاری مکن تو ای ناکام دل دیوانه به مزار سینم با غم دیرینم به خواب آرام دل دیوانه به خواب آرام دل دیوانه. ما تازه همچو برگ سبز شبدریم آمدیم تا با شما رنگ سبز زندگی ساز کنیم. درود بر شما مردم چشم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ امشب من و احسان، یعنی امروز من و احسان در کنار شما خواهیم بود با دو مهمان عزیز در شبدر. من هم عرض ادب و احترام دارم و امیدوارم هر کجای این گیتی پهناور که هستین شب و روزتون خوش باشه. همونطور که رضای عزیز گفت با یکی از برنامه‌های متفاوت شبدر با شما خواهیم بود. یه میان برنامه در ابتدای برنامه ببینیم و برگردیم تا رضا هم به جمع ما ملحق بشه. دوباره چراغ روشن کردیم تا شما به دکان ما بیایید، کنار ما باشید در شبدر. در کنار دو مهمان عزیز هستیم. احسان عزیز خواهش میکنم جناب معرفی کن. عزیز و دوست همیشگی بنده. عرض به خدمت شما که امروز شبدری متفاوت رو آغاز کردیم با حضور جناب آقای سعید کریمیان، چهره‌ای که مطمئناً همتون کامل دیگه ایشون رو میشناسید، مدیر و صاحب امتیاز گروه شبکه‌های جم، و همچنین جناب دکتر کیا منوچهری، کارشناس مسائل اقتصادی و دکترای اقتصاد. خوش اومدی. خوش اومدی. خواهش میکنم. بسیار خوب. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. آرزومندم در هر جای دنیا که هستید خوب و خوش باشید و روزگار بسیار خوبی رو سپری کنید. آکیا بنده هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز. امیدوارم که روز و روزگار خوشی رو داشته باشن. عالی عالی. این خوشی و روزگار خوب مهمترین بخش زندگی. دقیقاً. عرض به خدمتت که شبدر امروز یه خورده متفاوته. میخوای قبلش توضیح بدیم به بیننده ها، بعد وارد مباحث اصلی بشیم با حضور جناب آقای کریمیان. اصلا اینکه چرا جناب کریمیان امروز اومدن تو برنامه شبدر واسه این بود که اگه یادتون باشه تو این 2-3 روزه ما خیلی راجع به دوستی و عشق و دوست با کیفیت ایرانی و دشمن با کیفیت همینطور صحبت کردیم. متاسفانه. آره ناچاریم دیگه، وقتی راجع به شق بدش میگیم خوبش میگیم یه سیاهی هم هست که اونم از روی ناآگاهیه که پیش میاد. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه اصلا طرح این داستان رو خود آقای کریمیان دادن. یعنی این گفتن که بیام توضیح بدیم که چه اتفاقی میفته، چرا اصلا دوستی با کیفیت
همه اینها نظری ایشون بود که ما در برنامه مطرح کردیم، خواستیم بهتر توضیح بدیم، بیشتر راجبش بدونیم. بعد انگیزه شد که ایشون بیان در برنامه ما شرکت کنن و خودشون راجع به نظری که دادم بیشتر توضیح بدن. اصلا یعنی چی دوستی با کیفیت؟ این کیفیت چقدر مهمه توی زندگی؟ بله، موضوع اصلی تمام ما در کره دنیا موفق شدنه و موفق شدن نشأت گرفته از خوبی هست. در بعضی از موارد مسائلی به وجود میاد که باعث مشکلاتی میشه. چگونگی حل کردنش با تفهیم واقعی از موضوع و به این خاطر خیلی دوست داریم که با آگاهی کامل نسبت به موارد پیرامونمون بررسی کنیم. از جمله از این موارد دوسته. شاید در فرهنگ ما بعضیا میگن که ما دوست خیلی خوبی هستیم، بعضیا میگن ما آشنای خیلی خوبی هستیم، بعضیا میگن ما رفیق خوبی هستیم. مهم اینه که ما شناخت داشته باشیم چه کسی با ما آشناست، چه کسی با ما دوسته و چه کسی با ما رفیقه و چه کسی اصلا ما عاشقانه دوستش داریم. اون دیگه حد نهایته. بله، حد نهایته. و کیفیت در هر کدوم از این موارد بسیار حائز اهمیته. اصولا بعضیا معتقدن که خیلی ها با هم میگن که ما دوست خوبی هستیم. مهمه که دوست خوب بودن چه تعریفی داره. بعضیا میگن که ما عاشق فلان موضوع یا فلان کس هستیم. یا عاشقتن. بله، عاشقتن به قول شما. آیا عشق واقعی ما میشناسیم؟ آیا این شناخت نشأت گرفته از چه منطقیه؟ شاید در یک سری از افراد معتقدن که عشق کوری میاره، در اون صورت که عشق واقعی از روی منطقه و قطعاً دارای یک شعور کافی باید طرف مقابل داشته باشه و شما داشته باشید تا بتونید بگید من عاشق اون فرد هستم. اینا شناختاش سبب میشه که بهش ما به عنوان کیفیت و به عنوان ابزار محاسبه در نظر بگیریم و ازش استفاده بکنیم که اصولاً در جمع موضوع کیفیت نقش کلیدی داره و این کیفیت در زندگی ما میتونه نقش آفرین باشه. حالا تو هر مواردی، چه از زمینه دوستی، چه از زمینه کار، هر موضوعی که باش برخورد میکنیم اگه به کیفیت پردازش بکنیم و به کیفیتش ارزش قائل بشیم، قطعاً اون موضوعی که ما میخوایم به نحو احسن برامون اتفاق میفته. یعنی اینطور که معلومه میخواید از دوستی با کیفیت کم کم از اون آشنایی برسیم به دوستی با کیفیت، بعد رفیق، دوست با کیفیت، بعد برسیم به عشق. عشق به وطن. وطن. آخر عاشق بشن. دقیقاً. حالا عشق به وطن یکی از مسائلیه که من فکر میکنم که توی این بحثی که ما باز کردیم توی این مدت، توی این چند روز میتونه حائز اهمیت باشه. کریم یعنی اینکه طرف وقتی عاشق وطنش باشه، وقتی که بدون دوست با کیفیت کدومه، دشمن با کیفیتش کدومه، مطمئناً همین حمایت از تولیدات داخلی هم همون میتونه عشق به وطن باشه. هیچ فرقی نمیکنه، عشق شاخه‌های مختلف داره. یکیش عشق به وطنه و این عشق به وطن ورزیدن میتونه حمایت کردن از تولید داخلی، تولید کشورش باشه. فرقی هم نمیکنه کدوم کشور. حالا ما الان داریم در مورد کشور خودمون، یعنی عزیزمون ایران صحبت میکنیم و موضوع برنامه هم حالا میتونیم عشق به ایران باشه. اگر که موافقید یه صحبتی بکنیم در مورد همین حمایت. آیا کسی که جنس بی‌کیفیت وارد مملکت ما میکنه و به خاطر اینکه پیش خودش هم احساس میکنه که آقا من یک جنسی رو دارم وارد مملکت میکنم با قیمت ارزون، خب این به قشر کم درآمد اجتماع تازه داره کمک میکنه، در صورتی که این آسیبی که وارد میکنه به اقتصاد مملکت، به قشر آسیب پذیر مملکت خیلی بیشتر از این هست که فکرش رو بخواد بکنه و بخواد حتی بهش تصور اون رو داشته باشه. میشه خواهش کنم حالا نظر خودتون هم بفرمایید در مورد یکی اینکه همین عشق ورزیدن به وطن، آیا استفاده از تولیدات داخلی هم میتونه همون عشق به وطن باشه و اینکه این تولیدات بی‌کیفیتی که وارد میشه آیا به نفع قشر کم درآمده یا به ضررش؟ احسان عزیز، اولین چیزی که مهمه ما باید بدونیم که کیفیت چه تأثیری در زندگی ماها خواهد داشت. شاید بعضی‌ها ملاک کیفیت رو در گرونی میدونن یا در اتفاقات بیشتر یا اتفاقات عجیبتر کیفیت رو میدونن، در اصل که کیفیت این معنا رو نداره. کیفیت در اصل خوب بودن و درست بودن هر موضوعی
میشه کیفیت. حالا این میتونه در کالا باشه، میتونه در ارائه خدمت و خدمات باشه، میتونه در فکری که حتی داره نسبت به طرف مقابلش داره فکری در مورد طرف مقابلش میکنه، اون کیفیت سبب نگرش دیگه‌ای به اون فرد باشه. کیفیت یک ابزاری جهت درست اندیشیدن، درست عمل کردن، درست دیدن و خیلی از موارد. چگونه میتوانیم اول اینو تو وجود خودمون نهادینه بکنیم؟ این مهمه که ما امروز بخواهیم تمام مواردی که باهاش روبرو میشیم، موارد مثبت، تمام موارد مثبتی که باهاش روبرو میشیم از یک فیلتری به نام کیفیت ردش بکنیم. این عمل سبب میشه که ما در کوتاه‌ترین زمان به اون مقصدمون یا به اون قصدمون برسیم. این سمبولیکه و کارایی هم داره، یعنی میتونیم حتی به عنوان ابزار ارزشمند ازش یاد بکنیم. چگونه باید بهش بیاندیشیدیم؟ در موارد مختلف متغیره ولی قابل ارزش و قابل دیدنه. این کیفیت به نظر شما یک پارامتر است یا کیفیت پارامتر؟ بله، به عنوان یک ابزار سنجش محسوب میشه ولی در همه موارد کارایی داره. مثال خیلی ساده تر، میگن زمانی که شما دارید رانندگی میکنید باید به کیفیت رانندگی توجه بکنید. اگر به این موضوع توجه نکنی عواقب بسیار زیادی رو در بر میگیره و شاید خطرات خیلی زیادی به وجود بیاره. این منجر میشه که زمانی که شما رانندگی میکنید با کیفیت به رانندگیتون انجام میده و بهش ارزش قائلید، خطرها بسیار کمتر بشه و شما با آرامش و امنیت به اون مقصدتون برسید. همین موضوع در موارد دیگه هم قابل اجراست. در زمینه کالای با کیفیت که شما مطرح کردید، ما بر این معتقدیم که خریدار و مصرف کننده پولش رو به راحتی به دست نیاورده، بابتش تلاش کرده، زحمت کشیده و خیلی براش مهمه که پولی که داره پرداخت میکنه کالایی که مورد استفادهش قرار خرید بکنه. پس یک تولید کننده یا یک خدمات دهنده باید مد نظرش باشه که کالایی رو تولید بکنه یا کالایی رو در اختیار مصرف کننده قرار بده که از کیفیت مناسب بهره منده. شاید در اذهان عمومی یک سری‌ها میگن که کالای با کیفیت، خب شاید من پولم به خرید کالای با کیفیت نرسه. من میگم سمبل خوب بودن گرون بودن نیست. سمبل خوب بودن دقت مناسب در خریده. شرط لازم اصلا کافی نیست. بله. بعضی معتقدن که کفش با کیفیت یعنی خیلی گرون خریدن، کفش گرون انتخاب کردن، در صورتی که نه، چنین چیزی نیست. مهم اینه که شما اول بدونید چه کفشی میخواهید بخرید، این کفش برای چه مصرفی خواهد بود و از کجا تهیه کنید. با یه مقدار آگاهی از کجا تهیه کنید میتونید قیمت مناسب تهیه کنید. این موضوع سبب میشه که شما قطعا از خریدتون رضایت داشته باشید و این رضایتمندی همون کیفیت. حالا من خیلی آدم اقتصادی نیستم، یه ذره وارد بحث اقتصادی بشین، کاراکتر من اینجوری نیست کیا جان. ولی خب دست روزگار دیگه، اخبار اقتصادی و باقی بله، ما رو به این سو کشون. خدمت شما عرض کنم که یک کمینه شاید در نظر گرفته بشه همیشه توی کیفیت. یعنی وقتی میخوایم یه جنسی رو بخریم از بین اجناس مختلف، وقتی میبینیم یهو دو تا جنس اختلاف خیلی زیادی دارن تو قیمت با دیگر جنس ها، دیگر کالاها، یه مقدار شک برانگیزه. چطور تولید میشه؟ اینجا از فکر میکنم آدم باید به پارامتر قیمت هم در کمینه خودش، یعنی در اون حد اقلیش اگه عربیش رو بگیم، توجه کنیم. چرا که ممکنه که کالای واقعا بی‌کیفیتی باشه به خاطر قیمت بسیار کم خودش. چون هر چیزی یه حداقل ها رو میخواد. به فرض مثال یک کت وقتی میخواد آماده بشه باید یه متریال اولیه میخواد. حالا دکتر، من یه خواهشی از شما داشتم، میخواستم ببینم که با یه مثال میتونید اینو یه مقدار بازترش بکنید برای بیننده‌های ما که شاید ببینید در ضمن کیفیت رو یه جمله معروفی اگه بخوام مثال بزنم این که میگن کیفیت یه مسابقه بی‌پایانه. یعنی اگه کسی بخواد تو زمینه تولید داشته باشه و بخواد خدمات ارائه بده تو بحث کیفیت، هیچ وقت این پایانی نداره. یعنی همیشه تو بحث ایجاد ارزش‌های جدید برای مخاطبش، برای مشتریاش
باید اقدام بکنه، چون پایه‌های در حقیقت بازاریابی که بخواد بتونه مؤثر واقع بشه بر پایه‌های ایجاد ارزش‌های جدید بنا شده. و به همین دلیل میگن که اگر شما موفق شدید یک مشتری رو متقاعد بکنی از خدمات و کالات استفاده بکنه، بعد اون مشتری رو هر روز کاری بکنی که یه بار دیگه عاشقت بشه. اگر به علاقه‌مند کردیش، هر روز یه کاری کنی که بیش از پیش به سمت تو بیاد، به خاطر اینکه رقبا بیکار نیستن، به خاطر اینکه کالاهای جدید داره میاد و اینها میان کسای دیگر انتخاب میکنن و خیلی با سکوت همین کارو میکنن. و به همین دلیل نیازه که ما خیلی هوشمندانه رفتار کنیم. یعنی بعضا کیفیت یک رقیب شاید باعث بشه که ما کیفیت خودمون رو به دلیل رقابت افزایش بدیم، ولی برای کمپانی ما، برای سازمان ما، برای هر مجموعه که درش هستیم، اون یک وظیفه است که ما این رو به خاطر ایجاد ارزش‌های جدید بناش بکنیم تو سازمان به عنوان یک ارزش. همین اتفاق که ایجاد ارزش‌های جدید هست، ما توی شاید 3 دهه پیشین در صنعت خودروسازی جهان دیدیم. اتفاقی که ژاپنی‌ها مثلا کمپانی بزرگ تویوتا ایجاد کرد، ارزش جدیدی در کیفیت کالاها و در خودرو ایجاد کرد و تمامی خودروسازهای جهان به اون سمت پیش رفتن. حالا یه صحبتی از ما یه کار تحقیقی کردیم در مورد خمیردندون، خاطرتون هست؟ بله بله. که صحبت می‌شد اگه خمیردندونی خیلی ارزون است تو بازار، آیا اون کیفیت لازمه رو داره؟ راجعون میشه کمی صحبت کنیم؟ بله. اولین چیز قبل از اینکه به این موضوع پردازش بکنیم، میگن که نتیجه کیفیت چیه؟ میگن که بقای لذت بخش. میگن اگر کیفیت در همه موارد مورد استفاده قرار بگیره، بقای با لذت رو به وجود میاره. اگر یک تولید کننده هستید، به خاطر اینکه هر روز پیشرفت کنید و بقا داشته باشید در اقتصاد، در جامعه و همیشه انتخاب بشید توسط مشتریتون، باید به کیفیت اهمیت بدید. این کیفیت حتی لذت هم به شما میده. چرا؟ به خاطر اینکه باعث شکوفایی میشه. هر چقدر شما به کیفیت کالاتون، هر چقدر به کیفیت عملکردتون، هر چقدر به کیفیت نگاهتون اهمیت بدید، هر روز عملکرد شما زیبا و زیباتر میشه و مورد انتخاب افراد بیشماری قرار میگیره. این موضوع پس نتیجه بخشیه. کیفیت، بعضی میگن آخه برای چی ما حالا در زمینه کیفیت انقدر برامون مهمه؟ میگیم لذت بخشیدن به بقای هر گونه موضوعی که در قالب کیفیت بیانش میکنیم یا بهش نگاه میکنیم سبب خوشحالی میشه. این خوشحالی متقابله. این خوشحالی متقابله، هم برای طرف مقابلتون هم برای خودتون. مثال خیلی ساده تر اگر بخوایم بزنیم، میگیم که اگر شما به عشقتون بیا کیفیت بدید. میگن عشق چیه؟ میگه نیمه گم شده شما. زمانی شما پیداش میکنید که دقیقاً خودتون رو شناخته باشید، موارد خودتون رو شناخته باشید و به این موضوع پردازش بکنید. اصولاً آدم نمیتونه عاشق هر چیزی بشه. اگر مثلا من اهل ورزش باشم، عاشق فوتبال باشم، حتما باید درون خودم فوتبال دوست داشته باشم، علاقه‌مند باشم و زمانی که اون فوتبال رو نگاه میکنم انگار تکمیل میشم، کامل میشم. و این کیفیت دادن به این مثلا فوتبال سبب میشه که تماشاگر بیشماری به این ورزش نگاه بکنن، ازش لذت ببرن و حتی حمایتش هم بکنن. پس میگیم امروز کیفیت نقش آفرین در زندگی ما. امروز قرار است اگر مواد غذایی خرید بکنیم باید با کیفیت باشه. اگر مواد بهداشتی میخوایم خرید بکنیم، اگر میخوایم دوستی بکنیم، اگر میخوایم رفاقت بکنیم، اگر میخوایم همنشینی بکنیم، بهتره که به کیفیتش اهمیت بدیم و این اهمیت هر روز ما رو در راستای ارتقاء موضوع به ما خیلی کمک میکنه. در مورد خیلی از موارد ما تحقیق کردیم، کار مطالعاتی انجام دادیم، چون در مجموعه جم کار مطالعاتی نهادینه است. یعنی میگیم آگاهی است که سبب رشد ما میشه و این موضوع نقش آفرینه
و هر چقدر هم داریم تحقیق میکنیم بیشتر به کیفیت اون تحقیق میاندیشیم. داشتیم فکر میکردیم در مورد خمیردندون، میگن میانگین مصرف خمیردندون در طول سال برای هر فرد باید 12 تا تیوب باشه. اگر روزی شما 2 بار خمیردندون مصرف بکنید، یعنی 1 بار صبح و شب، در صورتی که شما باید 3 بار استفاده بکنید، به طور میانگین 12 تیوب باید مصرف بشه. و میایم بر اساس جمعیت ایران حساب میکنیم، میگیم 960 میلیون تیوب باید در سال خمیردندون در کشور استفاده بشه. حالا چرا خمیردندون استفاده؟ چرا اصلا مسواک بزن؟ میگن هزینه درمان اگه در صورت عدم استفاده به مراتب خیلی بیشتره و آسیب‌های بیشماری به شما میزنه. پس استفاده از مسواک و خمیردندون یه موضوعی که همه‌گیر شده و همه دارن استفادهش میکنن. ولی بعضی از موارد، بعضی از تولید کننده زحمت میکشن کالای بیکیفیت تولید میکنن و این موضوع سبب میشه که زمانی که شما دارید از اون خمیردندون استفاده میکنید، با اون قدری که میبایست در شستشوی دندان شما کمک بکنه مورد استفاده قرار نمیگیره. بعضیا قبل از اینکه کالا رو خرید بکنن، به جای اینکه به کیفیت کالا بپردازن، به قیمتش میپردازن و حتی تولید کننده میان در رقابت با رقیبشون با کاهش قیمت میخوان سهمی از بازار بگیرن. چطور قیمت رو پایین میارن؟ چجوری اتفاق میفته؟ در کم کردن کیفیت مواد اولیه کالاش. امکان نداره پس تولید کننده جیب خودش مایه بذاره و بگه نه امروز این جنسی که من دارم تولید میکنم خب اشکال نداره، من مثلا 100 تومنشو کم میکنه حالا به قیمت ایران، این مقدار 10%ش مثلا کم میکنم از قیمت و قیمت رو میشکنم. نه، کیفیت رو واقعا پایین میارن اینجوریه. یعنی نه حالا یه زمانی واقعا میشه یه زمانی واقعا داریم که طرف میاد یه مقدارش خیلی کمه اما حالا شما تو یکی از موارد تو یکی از موارد مثلا ما رو خمیردندون تحقیق کردیم، حساب کردیم که قیمت مواد اولیه با کیفیت اگر در این خمیردندون مصرف شود به مراتب به قیمتی که اون تولید کننده رو فروشش برای مصرف کننده گذاشته بود بیشتر بود و متوجه شدیم که خب رفتیم آنالیز کردیم و دیدیم اون کیفیت مطلوب رو نداره. و من میگم که این موضوع عدم اعتماد در مصرف کننده میاره و مصرف کننده فکر میکنه که خب حتما این کالایی که مثلا به قیمت مناسب گذاشتن، چون این قیمت رو ارزون گذاشتن، حتما اون داره سود بیشتری میبره، در حالی که نه، اصلا اون موادی که مصرف کننده داشته به عنوان خمیردندون استفاده میکرده اون کیفیت مطلوب رو نداشته و خب این موضوع بی‌اعتمادی در جامعه به وجود میاد. اینم خطرناک‌تره، بسیار خطرناکه. و توصیه من اینه که بیایم امروز فکر بکنیم چگونه میتوانیم کیفیت رو در راهبرد کار مثبت مورد بهره برداری قرار بدیم و این موضوع نقش آفرینه، کار خیلی سختی هم نیست. آقای کیاب، من فکر می‌کنم شما هم اگه توضیحاتی رسید مثالی بزنید. بعضا وقتی پیش میاد که شما یه محصولی رو سفارش میدید، وقتی برای شما میاد مثلا اون محصول اگر جلدی داشته باشه، مثلا جلد شکسته و یا مثلا اگه کتابی سفارش داده اون کتاب مثلا بعضی از اوراقش مخدوشه، مشکل داره، وقتی این به دست شما میرسه چندین فکر تو ذهن شما میاد که اون فردی که اینو برای شما ارسال کرده چرا اینو دقت رو نکرده که اون محصول رو شما سفارش داد و یک دونه از اون محصول در اختیار شماست. اونا به روی تیراژی که تولید میکنن نگاه میکنن، شاید بعضا فکر میکنن که حالا یه دونه هم توش خطا به این شکل در بیاد چه اتفاقی ممکنه بیفته، ولی شاید شما اون محصول به یکی بخواید هدیه بدید، اون موقع باید چه کنید؟ شما قبل از اینکه سفارش میدید باز کنید از طرف اون تولید کننده اون رو چک بکنید، کیفیتش رو بررسی کنید، بعد بفرستید. خب طبیعتا این کار نمی‌کنید و کیفیت اینجا میاد بس به شخصیت و حقوق هر فردی انگار احترام قائل میشه، میگه که من زمانی که این کیفیت این محصول برای من مشخص نشده این رو از درب کارخانه‌ام یا اون تولیدم یا اون قسمتی که داره اون ایجاد میشه خارج نخواهم کرد. خب. یعنی این بحث ارزش گذاریه. باز آقای دکتر این میون بحث دیگه که پیش میاد این نه تنها لطمه میزنه به من خریدار، به عدم بی‌اعتمادیم نسبت به اون کالا، مشکل دومی که ایجاد میکنه این توی اجتماع هم بعداً به مرور زمان باعث میشه که عدم بی‌اعتمادی نسبت عدم اعتماد اسخای میکنم عدم اعتماد به یک کالایی که برند یک جایی هست اتفاق بیفته. به فرض مثال
شما وقتی یک بار دو بار از محصول یک کشوری استفاده میکنید حالا کاری نداریم کجا، وقتی این باب میل شما نیست، باب سلیقه شما نیست و اون نیازهای شما رو برطرف نمیکنه، شما بی‌اعتماد میشین به تمام اون محصول ها. حالا ممکنه اون محصولات بهتری هم وجود داشته باشه از اون کشور توی بازار، اما شما دیگه بی‌اعتماد شدید. مشکلی که متاسفانه تو چند سال اخیر برای کشور عزیز خودمون هم اتفاق افتاد. تولید کنندگانی اومدن به خاطر سود بیشتر اجناس بی‌کیفیت دادن دست مصرف کننده. اتفاقی که افتاد چی شد؟ رو آوردن به اجناس خارجی. خب دونه دونه کارخانجات ما متاسفانه تعطیل شد و رو به تعطیلی کشیده شد. حالا جناب کریمیان، چه راهکاری چه سازکاری میشه اتخاذ کرد بابت اینکه حالا یه دونه 2 تا 3 تا اگر شرکت یا تولید کننده‌ای بود که این نتونست اطمینان مردم رو جلب بکنه، این لطمه نزنه به تولید کننده داخلی یا نشه همه‌گیر نشه، یعنی این مشنمونه خروار واقعا این بار دیگه صدق نکنه اینجا. حالا من صحبت احسانو قطع کنم، فکر کنم خیلی همه‌گیر شده، یعنی یه ذره از این هشداری که احسان میده اونورتر رفته متاسفانه. یعنی الان ما به مرز خطر رسیدیم واقعا آقای کریمیان، درسته؟ توضیح منطقی تر صحبت های شما این گونه است که میگیم ما اول باید خودمون رو دوست داشته باشیم، باید به خودمون احترام بذاریم. اگر از دو نگاه به همه موارد بررسی بکنیم شاید نتیجه مطلوب تری داشته باشیم. میگیم که ما زمانی که داریم زندگی میکنیم یک مقدار از وقت و زمان متعلق به خودمونه و یک مقدار از وقت و زمان متعلق به جامعه است. اگر درصد بدیم میگیم 5%، 10% از وقت و زمان متعلق به خودمونه و 85%، 90% وقتمون یا 95% وقتمون متعلق به جامعه مونه. اگر قرار است که یک معلم باشیم باید یک معلم با کیفیت باشیم و در مقابل وظیفه‌ای که قبول کردیم به بهترین نحو ممکن اون خدمات رو ارائه بدیم. اگر فرض بگیریم یک شاگرد باشیم باید فکر بکنیم که اون آموخته‌ای که قرار است توسط معلم به ما انتقال پیدا بکنه بعد در آینده من نقش آفرین باشم. خیلی جالبه که در خیلی از کشورها محاسبه میکنن، میگن یک فردی که به دنیا میاد تا زمانی که وارد بازار کار میشه 1 میلیون دلار تقریبا هزینه برای دولت اون کشور داره و برای خانوادهشون. چرا؟ باید جاده سازی بشود، مدرسه سازی بشود، بیمارستان، معلم، پلیس و آیا تا به حال فکر کردیم که در مقابل این سرمایه گذاری که برای ما به عنوان یک فردی در جامعه این همه هزینه انجام شده، آیا ما با عملکرد با کیفیتمون میتونیم جوابگوی این سرمایه گذاری باشیم؟ میگه چگونه باید به این موضوع بپردازیم؟ میگیم اول باید خودمون رو دوست داشته باشیم، در کنارش در جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم بهش ارزش قائل بشیم و در راستای موفقیت خودمون و اطرافیان و اون جامعهمون تلاش بکنیم. چگونه باید بهش پردازش بکنیم؟ اول از آگاهیه. ما باید آگاهی داشته باشیم نسبت به خودمون و توانمندی خودمون. بعد بیایم جامعه خودمون که داریم در اون زندگی میکنیم و مورد ارزیابی قرار بدیم و بعد بیایم بر اساس خودشناسی و جامعه شناسی بیایم موقعیت خودمون رو برنامه‌ریزی و پیاده سازی بکنیم تا بتونیم فرد مفیدی برای جامعه باشیم. اگر پدر و مادران ما رو به دنیا آوردن به امید این بودن که ما فرد مفیدی برای جامعه باشیم، اگر نمیدونم مدرسه‌ای در کشورمون در هر جایی که درس خوندیم ایجاد شده به منظور اینه که بتونه آموخته‌هایی به ما یاد بده که مورد استفاده در جامعه قرار بگیره. اصلا انسان زاییده شده برای خوبی‌ها، اصلا انسان برای بدی‌ها زاییده نشده. شاید عدم اطلاع، عدم نگرش درست سبب شده که یک سری افراد کارهای اشتباهی انجام بدن و این کارهای اشتباه ریشه در عدم آگاهی بوده. چگونه باید بهش پردازش کنیم؟ امروز قبول کنیم که میخوایم آدم خوبی باشیم. کار سختی نیست، فقط یک تصمیم زیباست که امروز ما یک تصمیم زیبا میگیریم و کاری انجام میدیم. بعضی از موارد ما نسبت به عملکرد دیگران قضاوت میکنیم. مثلا میگیم که این قرار است آقای کریمیان شبکه‌ای ایجاد بکند که این شبکه بیاد مخرب باشد. من میگم که چه خوب است که قبل از این که اصلا چه اتفاقی بیفته، نمونه مثال میخوایم نه بیا قشنگ مثلا بررسی کنن ما چه خطی داریم، چه افکاری داریم، اصلا برای چی داریم کار میکنیم.
اگه قرار استش که ما به عنوان یک رسانه فعالیت بکنیم، قطعاً بدونید که دارای تفکری بوده، این تفکر نشأت گرفته از یک تفکر منطقی بوده و ما داریم تلاش میکنیم که به عنوان یک مدیا کار با ارزش، کار ارزنده در اختیار بیننده بدیم، چون بیننده امروز ما آگاهه، بسیار داناست، بسیار باهوشه و ما باید همیشه احترام خاص برای طرف مقابلمون قائل بشیم و این نشأت گرفته از یک برنامه‌ریزی درسته که این برنامه‌ریزی باید توأم با کیفیت باشه. من فکر میکنم که ما ایرانی‌ها باید همدیگر دوست داشته باشیم، عاشقانه به هم عشق بورزیم. عشق ورزیدن یعنی نیمه گم شده خودمون رو پیدا کردن. چگونه اتفاق میفته؟ زمانی که خیلی خوب خودمون رو بشناسیم و در راستای شناخت واقعی خودمون، از مثبت نگری نه از منفی نگری. هر اتفاقی میفته اول شق منفیشو نگاه میکنی. دقیقاً. چی شد؟ ببین چرا این کارو کرد؟ نمیدونم چرا این هدیه رو برای اون آورد. نمیدونم چی شد که اینجوری نگاه کرد. مثلا امروز دیدی فلانی اینجوری سلام کرد. دقت که حالا ما هم این کمپین رو انداختیم، یعنی مثلا کمپین حمایت از کالای ایرانی بود، حمایت از هنرمندان، مؤلفین، مصنفین، حقوق ناشر، همینا رو مطرح کردیم. همه شما برادر مایید، خواهر مایید، هموطن مایید، همه همریشه ایم، در یک کشور زندگی میکنید و ما هم وابسته به شما هستیم و دلخوشی های مشترکی داریم. اگر این اتفاق نیفته، اگر ما دست همدیگر رو نگیریم، کسی از بیرون از این گود نخواهد گرفت. دقیقاً. کسی سواری با اسب سفید نخواهد اومد وضعیت جیب من و شما، اقتصاد من و شما، رفاه حال من و شما رو بیاد درست کنه. دقیقاً رضا جان، میون صحبتات چند وقت پیش برای اولین بار که ما بحث حمایت از سینمای ایران رو به راه انداختیم، زمزمه‌ای بلند شد که حالا باید نشست و دید که چه اهدافی پشت این پنهان شده، باید نشست و دید که چه عواقبی منتظر سینمای ایران و از این صحبت‌ها. اهداف پشت پرده حمایت از هنرمندان. نتیجهش چی شد دوست من؟ نتیجهش این شد که رکورد تاریخ سینمای ایران شکسته شد. رکوردش این شد که مردم یک بار دیگه با سینماها آشتی کردن. نتیجهش چی شد؟ اهداف پنهانش دیگه الان برای کسی پنهان نیست، الان روه. در عرض یک هفته 1 میلیارد تومان یک فیلم فروش میکنه. این نتیجه چیه؟ نتیجه اون کیفیت بسیار بسیار بالای اون فیلمه؟ نه، تولیدات با کیفیت تری هم بوده تو سالهای اخیر، کیفیت خوبی داشته، اما چرا فیلم های با کیفیت تری تو این سالها اومد و رفت و چرا نتونست رکورد بشکنه؟ آیا حمایت های بی‌دریغ جمع صنعت سینما باعث این اتفاق نشد؟ حمایت مردم. بله 100%. ما گفتیم مردم حمایت کنه، یعنی خودمون باید از همدیگه حمایت کنیم. ما یک بخشی رو توانستیم این کار رو انجام دادیم بی‌دریغ واقعا، و یک بخش بسیار بزرگش رو شما مردم، برای برادرتون، برای خواهر هنرمندتون، برای پدر هنرمندتون که در سینما کامرامن هست، در نویسنده سینما است، برای اونی که زحمت میکشه در خود سالن سینما، برای همه کسانی که در صنعت سینما هستن، همه کسایی که تو صنعت کتاب هستن، توی نشر کتاب هستن. خب همین حمایت ها باعث میشه که این رشد بکنه، سایزش بزرگ بشه و پول بیشتری جریان پیدا کنه و رفاه بیشتری برای هممون اتفاق من یه نکته بزنم میرسه. من یکی از دوستام قدیم یه مثالی رو زد برای اینکه ببینیم ما واقعا تو روابطمون، تو عشق و تو دوستیمون واقعا آدم با کیفیتی هستیم. بعد گفت اگر مثال یه پدر با کیفیت رو زد، گفت اگر شما بیای یه صفی از پدرها رو هر سال مثلا 100 تا پدر مثلا با قد بلند، با بدن ورزشکاری، مثلا حالا مدل‌های مختلف، مهربون، شاد، هم هر مدلی که فکر می‌کنی تو آدم‌ها هست، این 100 تا پدر رو بذاری و بچه تو مجاز باشه که و خودت هم تو اون صف باشی و بچه تو مجاز باشه هر سال یه پدر دیگه انتخاب بکنه، آیا میاد دوباره دست بذاره روی تو؟ اگه دست گذاشت روی تو یعنی تو پدر با کیفیتی بودی، یعنی خیلی عمل کرده و تو اون سال خوب بوده. حالا این چی رو به ما یادآوری میکنه که میگه
هر سال ما حالا برای من که میگم برای مشتری مخاطب باید روزآمد این بررسی رو داشته باشیم که ببینیم آیا ما با مجدد انتخاب میشیم. بس برای انتخاب مجدد باید ببینیم که مشتریمون، مخاطبمون یا اون فردی که باش در ارتباط هستیم چی از ما میخواد، چه انتظاری از ما داره و باید فراتر از اون انتظاری صاحب بشیم. اینجاست که ما کیفیت رو بنا کردیم، چون واقعا اگه بخوایم بریم تو بطن همین کلمه کیفیت، یعنی ترتیبی اتخاذ کردیم که اون کیف کنه از اون خدمات و اون کاری که ما براش کردیم. بسیار عالی دکتر، بسیار عالی استفاده کردیم. خب من نمیدونم که یه ذره خسته کننده نشه بریم و برگردیم. میام برنامه ببینیم به قول قدیمی ها میگن زندگی موهبتی یک باره است، پس باید به نحو احسن ازش استفاده بکنیم. امروز زمان آن فرا رسیده که با تفکر درست، منطق درست، زندگی بسیار خوب و خوشحالی و برای خودمون و اطرافیانمون ایجاد کنیم. کار سختی نیست فکر میکنم، بسیار ساده است، به شرط اینکه زندگی رو خیلی سخت نگیریم، ولی در راستای زندگی کردن تلاش بکنیم، تلاش ارزشمندی داشته باشیم. قطعاً به اون چیزایی که دلمون میخواد میرسیم. دو تا تفاوت وجود داره ما بین زیستن و زندگی کردن. بله. بعضیا اعتقاد دارن که ما داریم زندگی میکنیم، بعضیا میگن نه ما داریم زیست میکنیم. مهمه که آدما بتونن زندگی کنن و از زندگیشون لذت ببرن و این لذتی که از زندگیشون میبرن و ما بین همه تقسیم بکنن. خیلی ساده، اون چیزی که داریم قدرشو بدونیم. یه بعضی از موارد من دیدم ایرونی‌ها زحمت میکشن تو خارج از کشور تا که یه هموطنش رو میبینن روشون رو برمیگردونن. من میخوام بگم که زیباترین لحظه زندگی آدم اینه که در یک کشوری که همزبان ما نیستن یک صدای هموطن آدم رو بشنوه و بیاد بهش یه خسته نباشید بگه. روشامون رو باید عوض کنیم البته. بله. این موضوع کمک میکنه که به دوست داشتن واقعی برسیم. به جای اینکه پشتمون رو به هموطنمون بکنیم، خوشحال بشیم که یه هموطن عزیزمون رو دیدیم. برای من مهم اینه که ما امروز همه دست در دست هم بتونیم در شکوفایی کشور عزیزمون تلاش بکنیم. کشور ما ایران، ما توش زندگی کردیم، تعلق داریم بهش. شاید بعضی دوستان زیاد خوششو نیاد از ما بگن میگن خارج نشین، خارجی هست. خیلی حرفا شنیده میشه، خیلی از موارد. برام جالب بودش که مثلا بعضی موقع توی یه سری وبسایت‌ها در مورد جیم و اهداف جیم و من و خیلی چیزا می‌نویسن. داشتم فکر می‌کردم که اگر اون افراد به جای اینکه این همه وقت بذارن یه سری حرفایی بزنن که خدا رو شکر واقعیت نداره، بهتر نبود که تلاش میکردن که جامعه ما جامعه زیباتری بشه. اون نویسنده تلاش میکرد که به جایی که بدی یک هموطنش رو بنویسه، در راستای خوب بودن هموطنش تلاش بکنه. حتی اگه اشکالی داریم بهمون بگیم اون رو خوب رفعش کنیم. بله. این موضوع باید همه‌گیر باشه، کار سختی نیست. درست. جالب اینه که در افراد بسیار سرشناس تمام دنیا همین رویه رو دارن انجام میدن. در کتاب‌های تاریخ و هنر و خیلی از موارد به همین اشاره شده. خوبی‌ها سهم زیبایی باید در زندگی ما داشته باشه و کار سختی نیست. فکر می‌کنم نظام ایران، دولت ایران، مردم ایران، همه به یک چیز فکر می‌کنن، خوبی. و چقدر خوبه که ما تو خوبی‌ها با هم مسابقه بدیم. کار سختی نیست، بیایم شروع کنیم. اول از خودمون. من دوست دارم که تو جیم تلاش بکنه، جیم در راستای خوبی. اگر کسی فکر میکنه که میتونه در این خوبی حتی کمک ما بکنه، مشتاقانه میپذیریم و باهاش دست به دست هم میدیم. شاید مردمون رو خوشحال بکنیم. اگر امروز چرخه اقتصادی کشور ما برای هممون مهمه، دست به دست هم بدیم، بیایم دوست با کیفیت باشیم. ما گفتیم حمایت میکنیم از تولید با کیفیت ایرانی، حمایت میکنیم از دوست داشتن با کیفیت، حمایت میکنیم از هنر. یک موضوعی که برای من تو هنر خیلی مهمه اینه که
میگن انسانیت نشأت گرفته از خوبی هاست. اصلا انسان زاییده شده که کار خوبی انجام بده. درسته. و فرهنگ نماد انسانیته و هنر یکی از ابزارهای انتقال فرهنگه و همونجوری که ما گفتیم ما از هنر و هنرمند حمایت میکنیم. چرا اون هنرمنده و اون هنره که زیبایی ایران رو هویدا میکنه، نمایان میکنه. واقعا ما از صمیم قلب آرزو میکنیم که بتونیم یک روزی هنر ایران رو صادر بکنیم. چه خوبه که هنرمند ما صادر بشه، در فیلم های هالیوودی بازی کنه، شاعرهای ما، نویسنده های ما، نوازنده های ما بتونن سهم مهمی رو در این جامعه بین الملل ایفا کنن. حالا میان صحبتتون دیدیم میگن که جم چراغ سبز به هنرمندان نشون داده که بیان. چه اشکالی داره واقعا؟ مگه تو کسب و کارهای دیگه این اتفاق نمیفته؟ مثلا یه مهندس الکترونیکی پا میشه مثلا از هندوستان میره در فلان کمپانی آمریکایی کار میکنه و یک چیزی رو به منصه ظهور میرسونه. یک هنرپیشه‌ای از که یک کشور دیگه میاد در ایران بازی، بارها این اتفاق افتاده، یک هنرپیشه دیگه از یک کشور دیگه اومده تو سریال‌های ایرانی، تو تلویزیون ایران بازی کرده، خب همه استقبال میکنن، خوششون میاد. مگه غیر از اینه؟ بله. چه اتفاقی میفته؟ هنرمند خودمون بیاد اینجا بازی کنه. فردی که کار خوب میکنه دست بزنیم. درسته. اگر یک شهرداری در یک جایی، در یک منطقه‌ای، در یک زمینی پارکی درست کرد، به افتخارش دست بزنیم. یه معلمی یه کار خوبی کرد، براش دست شاگرد شمایت که کما که این کارو کردیم. بله. معلمی بود که سر راهش تعدادی از شاگردانش رو میرسون در یک روستای دورافتاده‌ای هم بوده. ما اعلام کردیم، افتخارم کردیم به اون معلم، باز هم سر تعظیم فرود میاریم برای ایشون کف میزنیم. اصلا فلسفه به وجود اومدن برنامه خبر خوب یا بخش خبری خوب که مؤسسش هم خود جناب کریمیان بودن، علتش همین بود، نشر خوبی ها، اینکه ما آگاهی رسانی کنیم در مورد خوبی ها، بدی ها رو نبینیم. ما بارها و بارها توی همین برنامه با افتخار معلمی رو معرفی کردیم که برای بچه های مدرسهش صبحانه تهیه می‌کرد، صبح به صبح، چون اون بچه ها حتی دارایی، یعنی انقدر نداشتن، این وضع مالیشون انقدر بد بود که حتی نمیتونستن یک وعده در روز اینها غذا بخورن و حتی هزینه می‌کرد برای اینها صبحانه می آورد. معلمی رو داشتیم که جون خودش رو برای نجات فرزندانش به خطر انداخت. دانش آموزانش، عزیزی که چند وقت پیش جونش رو فدای نجات یکی از گرفتارها در آتش کرد، که اتفاقاً آتش نشانان تمام کشورهای دنیا به احترام این آتش نشان ایرانی 1 دقیقه سکوت کردند، ایستادن، کلاه از سر برداشتن و یک بار دیگه ثابت شد که ایران و ایرانی برای هموطنش، هم نوعش، هم زبونش از هیچ کاری فروگذار نیست. موارد زیادی بوده، عرض کردم، یکیش خبر خوب بود در راستای تایید فرمایشات شما. یک موضوعی رو چون فکر می‌کنم 1-2 بار تا حالا اومدم در طول این سال‌هایی که جم تأسیس شده، 1-2 بار اومدم صحبت کردم. لازم میدونم خیلی شفاف فعالیت، اهداف و موارد جم و خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. اونم از زبان خودم. شاید بعضیا دوست دارن چیزهایی رو بنویسن، من خیلی لازم دونستم که اینو توضیح بدم. جم یه مؤسسه خصوصی، اصلاً وابسته به هیچ حزب و کشور و گروهی نیست، بسیار شخصیه. علتی که اصلا من این شغل انتخاب کردم، فکر کردم که میتونم لبخند و روی لب تمام هموطنان بیارم و این کار رو شروع کردیم. جم از هیچ جای بودجه نمیگیره. خیلی ها دوست دارن بگن که ما از این ور و یه جایزه خوبم گذاشتیم، گفتیم اگه کسی ثابت کند که جم 1 ریال، 1 سنت، نمیدونم 1 دلار از هر جایی گرفته باشه، جم کادو به اون فرد یا به اون سازمان. خیلی دوست دارم که تلاش کنید، کنکاش بکنید. جم بودجهش از خودش و از درآمدی که داره و به علاوه بیزنسایی که خود شخص من دارم و دارم این کار انجام میدم با عشق و علاقه و بسیارم خوشحالم. مورد بعدی اینه که دوستان خیلی اعتقاد دارن یا دوست دارن که منو وابسته به سازمانی. من
اصلا وابسته به هیچ سازمانی نیستم، هیچ خطی و فالو یا دنبال نمی کنم و اعتقادم هم بر یک موضوع، جم در راستای انسانیت و ارتقاء فرهنگی تلاش میکنه، ولی به غیر از این نه در سیاست نه در موارد دیگه اصلا دخالت نداریم و نخواهیم داشت. خیال همه راحت. دوستان بعضی هم میگن جم داره بزرگ میشه، شاید خطر باشه. نه، ما اصلا حتی اگر بزرگتر هم بشیم اصلا چنین تصمیمی نداریم، فقط اینه که خوشحالی رو برای مردم بیاریم. ما داریم خیلی تلاش میکنیم که بتونیم جم رو اینترنشنال بکنیم، جهانی بکنیم. شبکه عربی زدیم، شبکه کردی زدیم، شبکه آذری زدیم، در تلاشیم که شبکه انگلیسی بزنیم تا بتونیم بگیم ایرانی در هر جای دنیا باید موفق باشه و ما هم در این راستا داریم تلاش میکنیم. فردوسی و حافظ و سعدی در 700 سال پیش، 1000 سال پیش کاریو کردن، عملی انجام دادن، افکاریو داشتن که امروز بعد از سالیان سال، صدها سال موقع که بررسی میکنیم محو میشیم، میگیم مگه چنین چیزی هست که کسی 700 سال پیش، 1000 سال پیش با این تفکر چنین کاری کرده؟ حالا واقعا میایم به خودمون میرسیم ما باید چی کار بکنیم که در 1000 سال آینده حداقل ما رو به نیکی یاد بکنن. بله. دوستان عزیز، افرادی که در ایران زندگی میکنید، در خارج از ایران زندگی میکنید، مطمئن باشید که جم جز خوشحالی مردم به دنبال هیچ هدفی نیست. حمایت میکنیم از تولید کننده، حمایت میکنیم از هنرمند، حمایت میکنیم از تمام مردم وطنمون. کسی که کار خیر بکنه رایگان تبلیغشو میکنیم. هر کس در راستای آموزش تلاش بکنه رایگان تبلیغشو میکنیم. هر کسی ایده خوب داشته باشه میپذیریم، ولی در راستای خوبی. کلاً موضوع جم نگاه مثبته، اصلا در نگاه منفی در ساختار جم معنا نداره. اینکه ما بیایم یه برنامه‌ای تولید کنیم، بیایم کسی رو بکوبیم، خط قرمز مجموعه جمه. حمایت از تولید خیلی جالبه که در صحبت‌های نظام ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران، حمایت از تولید کننده است. در صحبت و اندیشه و در کارهایی که در دولت ایران اتفاق میفته حمایت از تولید کننده است. مردم ایران منفعت مستقیم و غیر مستقیم از چرخه اقتصادی کشور میبرند و معضل بیکاری و با در گردش اقتصادی کشور مردم خوشحالن، ما خوشحالیم. چرا نباید این کار انجام بدیم؟ باید دست به دست هم بدیم تا موفق بشیم. من تو بحث هم شبکه مدرن اکونومی، چون دقیقاً اهداف شما رو مطلع شدم از این بابت که مردم بتونن مدیریت بهتری به لحاظ اقتصاد خانواده داشته باشن، بتونن فهم بهتری نسبت به جریانات اقتصادی ایران داشته باشن و خیلی مسائل براشون تفهیم بشه و این اخباری که در زمینه اقتصاد مطرح میشه بیاد واژه‌هاش، حتی اون جریاناتی که میتونه تو زندگی ما برای ما مفید واقع بشه، اینا توی زندگی مردم نهادینه بشه. خب این خودش یه قدمه. شبکه‌ها هر کدوم یه هدفی رو دنبال کردن و من فکر میکنم به نوبه خودم این یه کارآفرینی حوزه رسانه است که توی خارج از ایران با این همه محدودیت‌ها، عدم حمایت‌هایی که حالا بالاخره صورت میگیره و کاملا مستقل اتفاق افتاده و این به نظر من خودش میتونه یه نشانه‌ای باشه به اینکه میشه یه سری کارا رو اگر حتی حمایت هم نباشه به وجود آورد و با یه هدف بلند و اون هم اطلاع فرهنگ ایران در کل دنیا به عنوان سفیرهای فرهنگی ما هستیم به نوعی. من فکر می‌کنم که این خیلی ارزشمنده. بله دقیقاً. بسیار عالی. من رضا جان نمیدونم که دقیقاً چقدر زمان داریم اگر که دوستان از من نپرسه، از آقای کریمیان بپرسه. شما فرصت داریم آقای کریمیان. آقای کریمیان دیگه فکر می‌کنم که به اندازه کافی صحبت شده و حتما این برنامه‌تون ادامه داره و می‌تونیم صحبت‌های بیشتری داشته می‌تونیم در روزهای دیگه هم در کنار شما باشیم. و من یه تشکر ویژه می‌خوام بگم. خواهش می‌کنم. من سالها در اروپا زندگی کردم و همیشه فکر میکردم که امنیت و آسایش در اروپا بسیار زیاده. خب مگه نیست؟ امروز متاسفانه یک مقدار تفکرات اشتباه سبب شده که در اروپا هم یه مقدار ناامنی، یعنی گروه های تروریستی میان اونجا بمب میذارن و مردم بیگناه. داشتم فکر میکردم که مردم ایران
و ایرانی آدم مهاجمی نیست، آدم مدافع است. یعنی اصولا ایرانی‌ها مدافعن، بسیار مهمون نوازن. داشتم فکر می‌کردم که چقدر زیباست در کشور عزیز من ایران مردم با آرامش میرن به هر جایی که میخوان و برمیگردن و این مشکل بمب و اتفاقات در کشور من تا به حال اتفاق نیفته و امیدوارم اصلا اتفاق نیفته. جایی داره که تشکر کنیم از تمام کسانی که تو این زمینه واقعا دارن تلاش میکنن. باید دستشون رو بوسید. نمیدونم کیه مسبب این کار کیه، ولی هر کسی که هست واقعا تشکر دارم. چرا؟ به خاطر اینکه باعث آرامش پدرهای ما، مادرهای ما شدید. داشتم فکر میکردم که اگه خدایی نکرده این مشکلات در کشور من اتفاق میافتاد، باید مردم منم برای نجاتشون سوار کشتی میشدن و از آبهای خطرناک رد میشدن تا به جای امن برن. امروز چقدر زیباست. داشتم نگاه میکردم در برزیل برای این مسابقات یک مقدار خطرات زیادی داشتم میگفتم که خدا رو شکر که در کشور من باعث شد که امروز آرامش وجود داره. هر کسی که متصدی این آرامشه واقعا از صمیم قلب براش آرزو و موفقیت داره، چرا که باعث آرامش خانواده ما شدید. پدران ما، مادران ما، عزیزان ما، هموطن ما در اون کشور دارن زندگی میکنن و این جای قدردانی داره و افرادی که باعث میشن این کشور همه مواردش رو به آرامش و آبادانی بره، اقتصادش رو شکوفا میکنن. دست هر کسی که این کار میکنه دستشو میبوسیم، علمشو بارور میکنه. هر کسی که علمو هر کسی که باعث میشه که ایرانی بتونه تحصیلات خوب داشته باشه دستشو میبوسیم. هر کسی که باعث میشه که سرسبزی و نشاط در کشور من ایران عزیز به وجود میاد دستشون رو میبوسم. هر کسی، ما همه وظیفه داریم که به عنوان یک ایرانی سپاسگزار افراد مفید جامعهمون باشیم. پزشک عزیزمون، معلم عزیزمون، سرباز عزیز، پلیس عزیز، هر کسی که واقعا باعث آرامش میشه. شاید توی یک سری افراد هستن که یک ذره ناآگاهانه کارهایی میکنن که خوشایند افراد جامعه نیستن، ولی من اعتقاد دارم که همه ایرانی ها بسیار آدمای مهربونی هستند، بسیار آدمای فهیمی هستند و این باید در جامعه هر روز پررنگ و پررنگتر بشه تا باعث آرامش بشه و هیچ لذتی بالاتر از آرامش و امنیت و خوشحالی مردم نیست. هر کس در این راستا تلاش میکنه هم دستشو میبوسیم، هم بهش خسته نباشید میگیم و آرزو میکنیم که هر روزش بهتر از دیروزش باشه و این موضوع برای ما بسیار ارزنده است. این آخرین صحبت من بود که امیدوارم روزی شاهد این باشم که کشور عزیز من ایران و مردم ایران و فارسی زبان ها بتونن یک سمبولی باشه که تمام مردم دنیا با عشق و علاقه از ما یاد کنن، با عشق و علاقه به کشور عزیز من بیان تفریح کنن، توریستی باشه و این موضوع آرزو دور نیست مگر بخواستن. بسیار عالی، بسیار عالی آقای کریمی، خیلی ممنون استفاده کردیم. در آخر آقای دکتر اگر صحبت پایانی باقی مونده بفرمایید. که من آرزو میکنم که این اعتمادی که هموطنای ما از محصولات و تولید و خدمات ما از دست دادن به دلیل اینکه حالا به هر دلیل این کیفیت کالاها تحت تاثیر بوده و حالا نسبت به شرایط اقتصادی ایران و مسائل دیگه این برگرده و واقعا تو انتخاباشون اولین انتخابشون رو تولید هموطن خودشون قرار بده. بسیار یه کمی راجع به خودمون گفتیم، از خودمون تعریف کردیم، گفتیم که ما چیکار می‌خوایم بکنیم، چیکار نمی‌کنیم. برنامه شب‌در قرار تبدیل به این مسابقه بشه. بعد از عشق گفتیم، از دوستی گفتیم، همدیگه رو دوست داشته باشیم واقعا و بعد عاشق هم دیگه خواهیم شد. حتما هم اینطوریه، برای اینکه ما مردم عاشق پیشه هستیم، مردمی هستیم که به زبان سعدی و حافظ و فردوسی سخن میگیم و تمام کلمه های ما، واژگانی که به کار میبریم پر از محبت و مهر و دوستی. قدم ها رو خودمون برداریم. به قول یه مثل قدیمی گفت جاری خونه خودتو پاک کنی بقیه جا هم کم کم تمیز میشه. هر کدوم این کارو بکنیم این اتفاق میفته. امیدوارم همیشه
شاد و خوشحال و سرحال باشین و غم نبینین. دگر بارت چو بینم شاد بینم، سرت سبز و دلت آباد بینم.